سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. خیلی خوش اومدید به پیج خودتون، پیج خواب آرام. خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت رو دارم، میتونم یه اطلاعات خیلی ارزشمندی راجع به سلامت خواب به شما عزیزان بدم. همونطور که از تیتر ویدیو مشخصه، امروز میخوایم راجع به انسداد تنفسی یا ایست تنفس توی خواب یا وقفه تنفسی، به اصطلاح پزشکی آپنه خواب صحبت بکنیم. یکی از مهمترین موضوعات و اساسی ترین موضوع توی سلامت خواب ما نحوه تنفس ما توی خواب هستش که معمولا ما هیچ کدوم از نحوه نفس کشیدنمون توی خواب اطلاعی نداریم، مگه اینکه تو بعضی از موارد کسی کنار ما خواب باشه، مثلا از خور و پف ما شکایت بکنه، از این شکایت بکنه که صدای خور و پفمون خیلی زیاد بوده، یا بعضی مواقع احساس کردی که ما تنفس نکردیم، که این احساس کردنی که ما تنفس نکردیم همون آپنه یا ایست تنفسی که توی خواب ما اتفاق میفته. و بعضی مواقع به خاطر اینکه طرف خور و پف داره و این خور و پف یهو قطع میشه، بعد دوباره با یه خور و پف خیلی بلندتر شروع به تنفس میکنه، این کسی که کنارشون هستش و بیداره متوجه این ایست تنفسی میشه ولی نمیدونه چی هستش، میگه نفس نکشید. اون کسی هم که حالا این مشکل رو داره معمولا یه گاردی نسبت به این موضوع داره، حالا خور و پف میکنن دیگه، یعنی معمولا از این جمله میگن مریضامون. ولی متاسفانه کسانی که مشکل آپنه یا ایست تنفسی و نداشتن خواب سالم دارن، یعنی نداشتن سلامت تنفس توی خواب دارن، به مشکلات خیلی گسترده میخورن. این مشکلات یه شبه براشون اتفاق نمیفته، به مرور زمان حالا یه سری از مشکلات رو میگم بهشون فشار خون میده، فشار خونی که اصلا نمیدونن دلیلش چیه، همه چیزو چک میکنن ولی باز فشار خون بالا دارن، فشار خونی که کنترل نمیشه، یعنی با هر قرصی که میخورن کنترل نمیشه. غلظت خون رو افزایش میده به خاطر هایپوکسی که تو خواب اتفاق میفته. فشار شریانیه رو میبره، پی ای پی رو میبره بالا که توی اکو مشخص میشه، تا طرف اکو نده یعنی فشار 25 و به بالاتر میشه یه دونه پولمونری هایپرتنشن مثبت، یعنی پی ای پی مثبت میشه، که اکثر کسایی که آپنه دارن و نمیدونن میرن چه دکتر قلبی اکو میدن، مشخص میشه پی ای پیشون بالاه، بعد تازه دکتر قلب به این شک میکنه که شاید مشکل انسداد خواب داشته باشن. به خاطر علتهای دیگه هم میشه که پی ای پی افزایش پیدا بکنه، ولی یکی از دلایلی که معمولا کسایی که پی ای پی بالا دارن این مشکل رو دارن، مشکل آپنه خوابه. سن و البته اینم بهتون بگم، آپنه خواب یا ایست تنفسی حالا سن میتونه روش تاثیر مثبت داشته باشه، یعنی هرچی سن میره بالاتر احتمال این اتفاق واسه آدمو بیشتر باشه، افزایش وزن میتونه روش تاثیر داشته باشه. و کسانی که گردن کوتاهی دارن یا قبقب دارن به قول خودمون، اونا ریسکشون خیلی بیشتره. ولی من با تجربه خودم توی 13 سالی که تو زمینه خواب فعالیت کردم، واسه بچه 17 ساله دستگاه گذاشتم، واسه آدم 25 ساله دستگاه گذاشتم، اصلا تو رنج 20 سال تا 25 سال تا 35 سال خیلی میشه گفت که این تجربه دستگاه گذاشتم واسه مریض داشتم. ولی خب بخوام مثلا از هر 10 تا مریضم به شما بگم 8 تاشون بالای 45 سالن که این مشکلات رو دارن، یعنی این مشکلات رو حس کردن، چون معمولا تو اون سن آدم احساس میکنه که این مشکلی داره، بعد میره درمان میکنه. مثلا آدمی که جوونی شد انقدر ریه‌اش هنوز قوی باشه که اون جذب اکسیژنش انقدر خوب باشه که اصلا اینو احساس نکنه توی خوابش. برای همین میگم که توی هر 10 تا 8 تاشون توی این رنج سنی بودن. حالا این آپنه یا ایست تنفسی توی خواب خودش نوعای متفاوتی داره، من الان همه رو به شما توضیح میدم. 3 نوع کلی داره، بهش میگن آپنه انسدادی، آپنه مرکزی یا میتونه میکس این دوتا باشه، و یه بخشی که سطحی تر از، یعنی آپنه کامل نیست، تنفس سطحی توی خوابه، که بهش میگن هیپوآپنه. آپنه OSA یا آپنه انسدادی آپنه‌ایه که حالا اون دستگاهی که ما واسه تشخیصش وصل میکنیم اینجوری تشخیصش میدن که توی آپنه انسدادی ما قسمت فوقانی مجاری تنفسیمون دچار، وقتی ما میخوابمون میبره منقبض میشه. این منقبض میاد رو یه راه هوایی باریک داریم، انقباض این قسمت میاد اون راه هوایی رو تنگ میکنه. اگه تنگ کردن کم باشه طرف دچار خورپوفای عجیب غریب میشه، اسنورینگ عجیب غریب داره. اگه کامل بیاد اینو ببنده طرف دچار آپنه میشه یا بهش هیپوآپنه‌های متعدد میده. توی این مورد ما چون فقط قسمت بسته شد، یعنی طرف میخواد نفس بکشه، اون ریتمه، اون رسپیراتوری ریته، حالا بهتون میگم چی هستش، داره درست انجام میشه،
مغز داره کار خودش رو، بدن، ارگانهای بدن میخواد کار خودش رو درست انجام بده، ولی به خاطر اون انسداده که تو قسمت فوقانی مجاری تنفسی میفته، فلو یا ایری توی فلوی بیمار که ما بهش وصل میکنیم ما نمیبینیم، هیچ فلوی تو چیز خود دستگاه ثبت نمیکنه. واسه همین میگه مریضتون یه دونه ابستراکتیو اسلیپ آپنه داشته، یعنی یه دونه آپنه ثبت میکنه. این آپنه انسدادی خب مشکلاتی به وجود میاره. از اون طرف ما آپنه سنترال داریم، یعنی تو آپنه سنترال ما اصلا کاری به گرفته شدن قسمت فوقانی مجاری تنفسی نداریم. اینا بیشتر آپنه سنترال بیشتر برمیگرده به منتالی و ذهنی و مشکلات مغز و عصبی. یعنی طرف اصلا دستور نفس کشیدن توی سری از تایما تو خوابش نداشته، یعنی بدنش اصلا اقدامی برای نفس کشیدن نکرده. یعنی نه ما فلویی میبینیم، نه بالا پایین شدن چستی، نه بالا پایین شدن استومک، یعنی نه بالا پایین شدن قفسه سینه میبینیم، نه بالا پایین شدن شکم رو میبینیم. بالا پایین شدن هیچ کدومو توی تست نمیبینیم که میاد آپنه سنترال ضبط میکنه که تعداد افرادی که آپنه سنترال دارن خدا رو شکر خیلی کمه. یعنی اون کسایی که به ما مراجعه کردن مثلا از هر 10 نفر یه نفر تعداد آپنه سنترالش بالا، و اینا بقیه بین 3 تا 5 تا 6 تا آپنه سنترال دارن. ولی خب آپنه خطرناکتریه از دید پزشکی نسبت به آپنه ابستراکتیو یا آپنه انسدادی، چون تو آپنه انسدادی ما میدونیم دستور تنفس داده شده، حالا به خاطر بسته شدن اون قسمت فوقانی مجاری تنفسی نمیذاره فلوی بره بیاد، نمیذاره هوای تازه‌ای بره داخل ریه بیاد بیرون. یه قسمتی هم هست به اسم یعنی یه مشکل تنفسی هم هست به اسم هیپوآپنه. هیپوآپنه یه مرحله قبل از آپنه کامله که تنفس سطحی میشه توی خواب، یعنی اون حجمی که باید از هوا رو ما داریم یه حجم هوا رو میبریم داخل دیگه به صورت عمیقا ما بردن داخل ریام، اون به صورت یه تنفس سطحی تو خواب اتفاق میفته. یه دم و بازدم خیلی سطحی که بهش میگن هیپوآپنه تو اصطلاح پزشکی. در کل دستگاهی الان که تستامون به 2 صورت انجام میشه، یکی تست خواب به صورت پلیگراف، یعنی یه تستی که تقریبا به درد پزشکای ریه و به درد فلوهای خوابی که میخوان مریضشون خیلی سریع بررسی بکنن میخوره. یه تستی که بیشتر به درد دکترای مغز و اعصاب میخوره که بیشتر روش تمرکز دارن مغز و اعصاب، و تست فول پلیسومنوگرافه که یه پله بالاتر از تست پلیگرافه که میاد همه لیدا و همه نواره مغزی و قلبی رو به صورت دقیق‌تر میگیره که یه تست دقیق‌تریه، ولی بیشتر ما 95% تستایی که الان داره تو کشورمون انجام میشه به صورت پلیگراف، 90% 10%شون به صورت پلیسومنوگراف. خب پلیسومنوگراف هزینه بالاتری هم داره طبیعتاً، چون اصلا باید توی کلینیک یا توی کلینیک‌های خواب یا توی بیمارستان انجام بشه. توی تست پلیگراف خوشبختانه میتونه به صورت پورتاب تو خونه بیمار با همون شرایط خواب خودش انجام بشه که اصلا اکثر پزشکا همون تست پلیگراف رو می‌بینن، بعد با توجه به اون تست نتیجه گیری میکنن برای درمان مریضشون. این نوعای کلی آپنه بود که خدمتتون عرض کردم. بعد از این موضوع که این آپنه واسه اون بیمار اتفاق میفته، متاسفانه بیشتر بیمار دچار هایپوکسیا و افت سچوریشن اکسیژن میشن که همین هایپوکسیا همراه با آپنه میتونه خیلی مشکلات عجیب غریبی واسه مریض حتی تو طول روز ایجاد بکنه. خوشبختانه درمان دارن، یعنی نگران نباشین اگه کسی اطرافتون بود که خروپوفای، یعنی بیشتر افرادی که خروپوفای عجیب غریب دارن دچار آپنه خواب میشن و آپنه خوابو دارن. عزیزانیتونو که دچار خروپوف خیلی شدید هستن و به ما معرفی بکنید یا ما رو بهشون حداقل این اطلاعاتو داشته باشن، اگه نخواستن به ما زنگ بزنن واسه درمانش اقدامی بکنن حداقل بدونن آقا این یه مشکل هست، اینو توی ذهنشون داشته باشن که بعد حالا این همه آدم دیگه هستن که دارن این کارو تو ایران انجام میدن، پیش اونا برن انجام بدن. حالا ما هم داریم انجام میدیم به صورت تخصصی، دوست داشتم میام پیش ما انجام میدم، دوست نداشتم میرم پیش همکارای دیگه‌مون که دارن این کارو انجام میدن. مشکلی نداره، فقط اینکه بدونن این موضوع رو که کسایی که خروپوف عجیب غریب دارن به احتمال زیاد آپنه دارن و هایپوکسیا هم دارن توی خوابشون. اینو میتونم به جرئت بهتون بگم با توجه به تجربه چند ساله خودم. و اینکه همین مطالبی بود که میخواستم تو این قسمت از ویدیو بهتون بگم. حالا خیلی دقیق‌تر هم بهش میپردازیم و خیالتون از بابت درمانش هم راحت باشه. درمانی هست که میتونید انجام بدید و از مشکلات بعدیش جلوگیری بکنید.
میتونید. خیلی ممنون که وقت گذاشتین. البته یه موردی هم الان یادم افتاد بهتون بگم که رسپیراتوری ریت یا تعداد تنفس توی خواب این بیماران اون حد نرمالش نیست. ما تو هر دقیقه باید توی خوابمون بین 12 تا 14 تا تنفس کامل داشته باشیم. این افراد تعداد تنفسشون توی خواب یا رسپیراتوری ریتشون اصطلاح پزشکیش میاد پایین‌تر، مثلا میاد میشه 7 تا 6 تا، تو یه دقیقه بعد 12 تا نفس بکشه، 6 7 تا نفس میکشه، دچار هایپوکسیا هم میشه. حالا یه سری از همکارا و پزشکای ما که خیلی سواد زیادی دارن میگن شما مثلا یه پالس اکسیژن واسه مریض گذاشته تو خواب اکسیژنت میفته، بیا تو خواب اکسیژن بذار. اصلا نمیان آپنه مریض رو کنترل بکنن، میان اکسیژن به مریضی که آپنه باعث افت اکسیژن شده میدن و متاسفانه رسپیراتوری ریت مریض رو بیش از اندازه میارن پایین. مریض دچار هایپرکربنیا میشه، PCO2 خونش میره بالا، دچار اسیدوز تنفسی میشه و مشکلات عجیب غریبی که واسش ایجاد میکنه. مریض تو خواب اکسیژن گذاشته، صبح بلند میشه. مثلا ما داشتیم مریضایی که تو کما رفتن، متاسفانه میرن تو کما به خاطر بالا رفتن خیلی بیش از حد PCO2. حالا اگه خوش شانس باشن سریع به بیمارستان ببرنشون، بیشترشون این تیوبه میشن. حالا کاری نداریم، نمیخوام اصلا شما رو بترسونم، فقط می‌خواستم یه سری اطلاعات تو این زمینه داشته باشیم واسه گرفتن حالا کسایی که این مشکل دارن، واسه گرفتن وقت نوبت‌ها برای تست خواب و مراجعه به پزشک تحت نظر پزشک متخصص میتونن با شماره‌ای که حالا توی کپشن میادش تماس بگیرن. هم توی بایو هستش، هم واسه مشاوره میتونید تماس بگیرید، هم واسه گرفتن وقت. عزیزان من ازتون خواهش میکنم، عزیزانی هم که فکر میکنید این مشکل دارن تگ بکنید. شما یه لطفی بهشون بکنید، فقط تگشون بکنید، نگاه میکنه این دوست داشت به فکر درمانش میفته انجام میده. اگه نه بعدها اون تبعاتی که مثلا بالا رفتن PAP به خاطر آپنه، مثلا PAP که بالا میره به این سادگی ها، فشار شریان خون یا فشار ریوی، فشار خون ریوی وقتی میره بالا به این سادگی ها دیگه پایین نمیاد و کلی مشکل ایجاد میکنه. حالا شمایی که داریم منو میبینی که خدا رو شکر که این مشکل نداری، ولی خیلی عالما هستن که این مشکل رو دارن و خودشون نمیدونن. یه سری هم دارن دیر متوجه شدن متاسفانه که PAP شون مثلا شده 40 شده 45. حالا دنبال این پزشک اون پزشک اون PAP رو بخوام بیارم پایین. خیلی طولانی شد صحبتام، مرسی که وقت گذاشتین، مرسی که حوصله کردین ما رو تماشا کردین. سوالی بود در خدمتیم، میتونید با ما در تماس باشین. خدا یار و نگهدار.